که الله در قرآن میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. حیات خودمون از کی تعلیم بگیریم؟ از دنیای امروزه، از تلویزیون امروزه، از زندقهای امروزه که در وسایل اعلام در تلویزیون شب تا سحر با پیامبر صلی الله علیه و سلم، با اصحاب او، با همسرای او، با قرآن، با احادیث، با حیات رسول الله، با بزرگان این امت چی شبهه وارد میکنن و تهمت میزنن. حیات از کی بگیریم؟ معلاسف امروز در مجلس ها میشینی نفرایی که روزی گذشته موحد بودن، اهل عقیده بودن، اهل مسجد بودن، پایبند قرآن و سنت بودن، میشینی صحبت میکنی، میآید زیر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زیر شبهه قرار میده. چی میگه؟ میگه بخاری 95% صحیح. چی میگه؟ میگه بخاری 95% صحیح هست، اما 5% صحیح نیست. ایگه پس کجا گرفتی؟ و تو روزی گذشته گفت نمیگفتی، ایگه عقلت نبود، پدرت نمیگفت، پدر کلانت نمیگفت، اصلا فامیلت گپ نمیگفت، از کجا گرفتی؟ کی گفت؟ این از کسی فهمید. ببینید دشمنای من و شما قرآن نمیتونن از بین برده، شبهه وارد کرده، زیرا الله وعده داده که قرآن ما حفظ میکنن، اما میآیند چی میکنن؟ سنت پیامبر زیر شبهه میاندازن. میان میگن خب بخاری 1% صحیح نیست، 1%، تنها 1%. مردم که قبول کردن میان با چی میگن؟ میگن 5%. روزی دیگه میان میگن 10%، روزی دیگه میگن 50%. 100% بخاری را از بین میبرن. صحیح البخاری یعنی احادیث رسول الله. وقتی بخاری از بین رفت دین از بین میرود، دین از بین میرود. از این خاطر برادرای عزیز راه خودمانه، حیات خودمانه از رسول الله بگیریم.